سخن سنجیده گویید. روزی به دختری از بیمارخانه زنگ زده گفتند که در بیمارخانه پسرکی را آوردند که او جراحت سخت دارد و این جراحی را فقط او کرده می تواند. در حقیقت هم این جراحی را در اینجا تنها او می توانست. دکتر اول جواب داد که او به جراحی آمده نمی تواند، اما از او بسیار خواهش کردند که اگر نآید بیمار می میرد. و دکتر لحظه خاموش ایستاد و بعداً رازیگی داد. دکتر دیر مانده به بیمارخانه آمد. در حجره‌ای که بیمار در آنجا بود، پدر و مادر بیمار نگران دکتر بودند. پدر بیمار با دیدن دکتر به سر او داد زد: شما چگونه دکترید که به جراحی دیر می آیید؟ شما خودتان را کی می حسابید؟ اگر این فرزند شما می بود، شما مگر همین خیل می کردید؟ دکتر خاموش بود. تنها در آخر گفت: مرا ببخشید، و به حجره جراحی در آمد. بعد از چند ساعت دکتر از حجره جراحی برآمد و به پدر و مادر گفت که جراحی با موفقیت به انجام رسید. والدین پسرک بیمار خیلی خرسند شدند. پدر بیمار میخواست که به نزد دکتر برود و به او اظهار منتداری کند، اما از آن که به سر او داد زده بود و سخنهای ناجا گفته بود شرمش آمد. ولی او دید که دیگر دکتران و همشیره ها به نزد دکتر آمده با او اظهار همدردی می کنند. حیران شد. پدر بیمار به نزد همشیره آمد و پرسید: چرا شما دکتران با او اظهار همدردی می کنید؟ جراحی با موفقیت گذشت، پسر من زنده ماند. همشیره با او جواب داد: خدا را شکر که پسر شما زنده ماند، اما امروز پسر دکتر از دنیا گذشت. هنگامی که ما با او زنگ زدیم، او در جنازه پسرش بود و همین که جنازه با آخر رسید، او زود به بیمارخانه به نزد پسر شما آمد. سبب دیرمانی دکتر هم جنازه پسرش بود. پدر بیمار وقتی که این سخنان را شنید، از شرم سر به زیر افکند و خاموش ماند. ما انسان ها همیشه سراسیمه ایم. نافهمیده و ناسنجیده سخنی می گوییم که به دل دیگری می تواند چون خنجر زخم گذارد و یا به کسی آزار رساند. بنابراین بیایید بکوشیم تا با هم مهربان باشیم و دل را آزار ندهیم.